سلام علیکم بچه‌ها. درس نوبتی ما است. از این درس سر کردم و برنامه پاورپوینت رو سر میکنیم که یعنی مایکروسافت پاورپوینت. این برنامه اساسا برای ساختن پرزنتاسیون ها و نمایش ها با ما لازم است. خب طرز ساختن پاورپوینت چون MS وارد چون MS اکسل با تگمچهای سازدار وارد میشویم، از اینجا ما این پرزنتاسیون مایکروسافت پاورپوینت رو انتخاب میکنیم، تگمچه رو پخش میکنیم ساخته می شود. خب پرزنتاسیون مایکروسافت پاورپوینت رو وارد می شویم. برنامه ما شده می شود. چرا که میبینید در اینجا یگان چیز نیست، فقط پروی سلاید. این سلاید عادی است، یگان چی مونده نیست. ما با بالای اون پخش کردیم یک بار. خب یعنی حالت عادی این سلاید مکت پیدا شد که ما میتونیم مکت رو از این قسمی بالایی تغییر دهیم. مکت نیستیم داشته در اون مکت پخش میکنیم. مکت هایی که در حالت های با ما در کار است ما میتونیم انتخاب کنیم. من باشم پستوی مکت رو انتخاب میکنم، یعنی مکت یک کنیم و سلاید یک کنیم و خالی است. خب شما میتونید این رو با تصویر گوناگون انتخاب کنید. خب من باشد باز یک مدیگر تغییر میدیم، یعنی تیتل سلاید رو انتخاب میکنم. مکت اولای ما با همون دوره پیشینش برگشت، یعنی این میشود تیتل سلاید که در تیتل سلاید همچون چخلگی با شما ساده تر کرده فهمونم. یعنی این پشتکی دفتر است، اینکه اگر ما این کتاب در نظر داشته باشیم پشتکی کتاب است. خلاصه گپ که برنامه پاورپوینت برای ساختن نمایش ها و چخل که پیشتر گفتیم رکلامه ها تبلیغات ها استفاده برده می شود، برای آنکه امکانات های گوناگون دارد. خب ما در اینجا بیاید با شما یگان چیزی ساده تر می سازیم. مثال میگیریم یگان معلومات نامه یا نه این خیلی نمیشه. بیاید مثال میگیریم درباره یگان موضوع ما درباره این سخن میکنیم. درباره چی گیریم؟ خودی پاورپوینت هم گیریم میشود. مثال در این قسم بالای علاقه شما میبینید که یکشان فونکسیون های ایلاوگی دیگر پیدا شد. خب ذالک پر کردن همون داخل همین تیتل سلاید، یعنی در اینجا نوشته جاتی ما که هست. خب فیگوره ها هست که در اینجا در داخل اون فیگوره ها رو خب اکسپرس تیم ها هستند که اینها برای اصول های با گوناگون تبدیل دادن استفاده برده می شوند. خب چرا که میبینید اصول ها گوناگون هستند، اما با ما چیزی از اینجا که لازم باشد آنها رو ما میتونیم استفاده بریم. مثال در تیتل سلاید من می نویسونم زگلاک سلاید، سرلاغ های سلاید. در اینجا می نویسونیم آموزش. خب زمان رو تجیک میکنیم آموزش. خب پس زگلاک سلاید یعنی فهموندنی آیدی همین سلاید آموزشی پاورپوینت آموزش پاورپوینت با زبان تاجیکی. خب همین گونه امانی میشود. یعنی اگر ما خواهیم که اینها رو چخلگیم با رنگ دراریم و صحیفه رو دیگرگون سازیم کمتر آموتادیب رنگ دراری هم آسان است، چرا که شما فکر میکنید دشوار نیست. خب برای این اینها رو کمتر کلانتر کنیم که با همه فهمه باشد. یکی از خاصیت های دیگری که در برنامه پاورپوینت استفاده برده می شود این خاصیت این است که فرقیت گلوبالی آن از برنامه های اکسل و وارد در این است که طرز نوشت اون. مثال آموزش پاورپوینتی با زبان تاجیکی رو با دقت باشد. این رزمری 24 است، قسمت چخلکی از قسمت بالایی میبینید. اگر ما رو کلانتر کنیم مثال یک 48 اینکه 54 مانم این خیلی میشود. اما شما
اگر خوش داشته باشید در ورد 54 مانید میبینید حالا چیکار میشود. یک حرف قریبی یک جورا میگیرد. خب مثال میگیریم آموزش رو ما با رقم 70 چند مثال بریم. مثال 80 خب میگیریم 138 ما این رو مانده. اما بینید طرز آموزش ما نوشته ایمون با 70 یا 40 ورد برابر است. خب اینها با خیر هستند، ما از اینها میگذاریم. اگر ما خواهیم که خود همین صحیفه رو رنگ و بار کنیم، یعنی لیست سفید رو در یگان جای خالی تری که ما پخش میکنیم از فرمت فون استفاده میبریم و با فرمت فون وارد میشویم. از قسم یک طرفیان یعنی بر سامان این فلاشنای ظریفکا پیدا میشود که ما میتونیم از ظریفکا استفاده بوده تمام رنگ همین صحیفه را تغییر دهیم. مثال چه خلقی میبینید. خب از امکانیت های دیگر برنامه پاورپوینت هم هست که همین رنگ ها رو علیش دهیم. ما اگر یک خانچه دیگر با پایین فراییم علاقه رنگی ما علیش میشود. گرادینت در اینجا یکچند اصولی رنگ رو ما انتخاب کردن میتونیم. مثال این گونه. خب این گونه با بالا دقت دهید که در اینجا سفیدی هست. این سفیدی هست چه هست؟ این قسم سه قسمی که هست رنگ ها رو میتونیم از اینجا رگولیرافت کرد. یعنی چی؟ روشنایی رو زیاد کنیم یا اینکه کم کنیم با پراگی از این سه تگماچه همه چیز وابستگی داره. خب من خیلی اینش کمتر محبوب تر است. چرا نشد؟ یکی دیگه میبینیم این رنگ کمتر با من محبوب تر است. خب من اکنون میگذاریم بر رسوم. این چی میگه؟ در اینجا با ما یک چند نمودهای رسم ها رو با ما نشان میدهد که از این رسم ها ما میتونیم دلخواهی آن را انتخاب کنیم. خب با اینجا داخل میشم خدا رسیم. در اینجا نسترایی که رسم کنه همین رسم ها چگونه بودنشون رو ما میتونیم انتخاب کنیم و دیگر رسم های ظریفکا ها برمیگردیم به همین. خب از اینجا ما فایل رو اگر انتخاب کنیم از فایل ما میتونیم که دلخواه صورت رو یعنی رسم رو انتخاب کنیم. مثال این رسم رو من انتخاب میکنم و بالای اون پخش میکنم. چون که شما میبینید علاقه رسمی ما آورده چون که کلمه است. ما یک بار عقب میگردیم رسم ما با همون صحیفه جو با جو میشود. انا همین خیلی بچه با پراگی از دیگر ما عقب میگردیم با فونی اولای خود برمیگردد. من اکنون میگذاریم با زرنه ظریفکا. انا این یکی از قسمت های پرزکتر نیمان است که در اینجا نامت گوناگونی نقطه چه ها هسته که با وردیمه یعنی این چیزی ما خیلی کمک میرسوند. اگر کسی با این گونه شوق داشته باشند با طرز گزارشی اینها خب چون که میگید گوناگون تغییر یافتن میگیرد. کرپیچ دیگر سبکه ها. خب همین گونه اصول ها اگر این خلقی باشد در اینجا ما باز یک چند خاصیت دیگر داشتیم اما اینها رو آموزی نشون نداده استوده است. خب برای اینها رو با من نشون دادم. همین گونه خوب بودم. این خلقی باشد با شما این درس رو میتونیم با آزادانه جمع گیر کنیم. در درس های آینده باشد ما حتما در برای دیگر امکانیت های این برنامه با شما هم صحبت میشویم و شما رو باز هم باشد با این برنامه شناس میکنیم که امکانیت های این برنامه به حدی باید وسیع است. چرا که اگزل در متماتیک به حد کلان است در 10 درس ما رو جمع بست کرده نمیتونیم. امکانیت های این برنامه نیست درس های خود به حد کلان است و به خود این برنامه یکی از برنامه های مشهورترین در دنیا به حساب میرود. خاصیت های آنها را باشد در درس های دیگر با باند اصلی کم شناس میشویم. بعد با باند مستفاد داخل شده یک چند امکانیت دیگری آن را در درس های آینده با شما
کمی هم باشد میخوام که فهمونیم. خب تا درسای آینده سلامت باشید. چون هر وقت با شما همین میشنیم.